بیش از 30 سال نبرد در کشور عامل گسترده بروز مشکلات و بیماری‌های روانی در میان شهروندان این سرزمین شده است. با این حال آمر بخش صحت روانی وزارت صحت عامه میگوید افغانستان کشور جنگ زده بوده و بنابراین میزان افراد مبتلا به بیماری‌های روانی در کشور افزایش یافته است. این تو فکر میشه که در حدود 98 تا 99% مریضی خفیف دارند، یعنی اونا نرمالی با کار و زندگی و بازار و فعالیت‌های خود ادامه میدن. آقای سروری می‌افزاید مراکز بهداشتی کشور سالانه گواه به حد و حصر بیماران روانی می باشد. یعنی سالانه میشه حداقل بگوییم که 1 میلیون نفر مریض به سیستم صحی مراجعه کردن و خدمات هم گرفتن. اینجا بیمارستان 100 بستر صحت روانی کابل می باشد. سرطبیب این بیمارستان از عوامل گوناگون مبتلا شدن فرد را به بیماری روانی مشمول ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خبر می دهد. حالتهای انتحار، حالتهای ازی که مسائل اقتصادی و سیاسی را که ما براتون پیش رو نمود ساختم، از نگاه اقتصاد کل ما و شما ضربات کوب نخوردیم. در بخشی از این بیمارستان با بانوی گفتگو می کنیم که پس از مرگ پدرش دچار مشکلات روانی گردیده است و از دلهره، دلتنگی و حتی از چندین بار تلاش ورزیدنش به خودکشی سخن میزند. یعنی که میگم خدا بکشم، این قسم خلقم که تنگ میشه، امروز کسی جنگ میکنم، گریان میکنم. انگیزه ها و رویدادهای گوناگون سبب روانی شدن افراد می شود. در اینجا برخی دیگری از بیماران از چگونگی مبتلا شدنشان به این بیماری می گویند. دیگه دیوانه شدیم، دیگه 6 تا 7 تا 8 تا نفر که مرا میگفت گرفته نمیتونست، دیگه مو ریختم دیگه از گریش. مسئولان وزارت صحت عامه کشور تاکید می کنند که بهترین راه درمان بیماران روانی مشوره های روانشناسان بدون توصیه دارو به این بیماران است. مسئولان بخش بهداشت کشور می گویند در کنار بیمارستان های دولتی دهها بیمارستان خصوصی روان درمانی نیز فعالیت دارند، اما دیده می شود که روز به روز میزان بیماران روانی در کشور افزایش می یابد. امید دولتزی، تلویزیون خورشید، کابل.